امروز آمدیم توی یوتیوب دنبال آرامش. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من امیر هستم و به کانال لایبر خیلی خوش اومدین. امروز آمدیم ویدیوهای آرام بخش یوتیوب رو دسته‌بندی کنیم. شاید بگی یعنی چی؟ یک دسته‌بندی ما طراحی کردیم اینجا که هر ویدیو آرامشی رو تو یک لول از این دسته‌بندی قرار میدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت رو ببرین. بدون معطلی برو که بریم. نکات دیدن این ویدیو، مشاهده این ویدیو حتما با هندزفری باشد تا حس بهتری نسبت به ویدیو داشته باشید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. سال نوتون هم مبارک. خب همینطور که باید به نکات ویدیو توجه کرد، هندزفری شرط اول ویدیویه. بس من اینو بذارم. A few moments later. خب فقط من بد جایی الان حال و زای فضایی که توش ویدیو میگیرم یکم بده. الان میدونی، الان نمیتونم توضیح بدم قشنگ. اینی که باهاش ویدیو رو نگاه میکنم اینجاست. حالا اگه شاید سوالی که چرا باهاش ویدیو رو نگاه میکنم خودتون بدونید دیگه. حالا خب بریم سراغ ویدیوهای اول. این یه جوری بود که بیشتر وقت خودت انجام میدادی تا به آرامش بده. حالا بیشتر تو همون لول تخمی نیست قرار میگیره. حالا راستش صداش خوب هست ولی کل ویدیو کل ویدیو مدیون صداشه، فقط صداش خوبه. تخمی یعنی چی رو بگم، تصویر زیاد جالب نبود، ویدیوش زیاد آرام بخش نبود، ولی خب صداش خوب بود. ویدیو بعدی این خوب بود. این هم صداش خوب بود، تصویرش که عالی، ولی بازم همون تو خوب قرار میگیره. و باز همون ویدئوی هم سبکش همون ویدئوی. البته واسه یه لحظه استوب، هرچند من میگم این ویدیو زیاد جالب نیست، ویو خیلی خوبی داره، برای آرام شدن زیاد جالب نیست. یعنی مثلا ما موضوع ویدیو آرام شدن دیگه، اینا برای آرام شدن زیاد خوب نیست. میگیری چی میگم؟ این ویدیوها رو بیشتر باید خودت انجام بدی، یعنی خودت این مواد رو بریزی تو لیوانی رو صاف کنی که یه حس باحالی بهت بده. میگیری؟ این یک لول از اون بالاتر تو متوسط.
این باز از اونها کم بهتر زیاد صداش خیلی خوب. نه اینم خوبه، اینم تو خوب قرار میگیره. مثلا کلا ویدیوهاش از یکی های قبلی خیلی بهتر بود. Fall asleep in 1 minute. خوابیدن تو 1 دقیقه. ببینیم. Let's go. Coconut. من وسط ویدیوها صحبت نمی کنم که انگار چون ویدیو رو خراب نکنم. راستش بعدش بیشتر صحبت میکنم تا نظرم راجبش بگم و این. تاثیرگذار بود یکم. این تو مرز بین خوب و عالی قرار میاد. الان چیکار کنم اینو؟ میذاریمش عالی چون خوبه دیگه. حالا فکر نکنید حول نیستم، ولی خب صداش خیلی خوب. چی بود بابا این الان دقیقه کجاش آرامش بخش؟ حالا جالبش اینجای 50 میلیون هم بازدید گرفت. یعنی اینقدر ما فوت فتیش داریم. تخمی برو بعد. این خیلی خوب بود. یعنی قشنگ یک بدنم دون شد. حالا میگم این حسی که من راجع به این ویدیوها دارم شما هم داره یا نه؟ انگار من دارم اسکول بازی اینجا در میارم کلا. ویدیوی بعد. عالی بود. خدایی خیلی خوب بود. الان که اینقدر ویدیوها داره قشنگ میشه، یعنی تو نمیخوای دکمه لایک رو بزنی؟ واقعا نامردی داری میکنی در حق من. دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب فراموش نشه. این ویدیوها بیشتر به خاطر آهنگش اینا کپی رایت میگیره. الان مثلا میبینین صدای جوریه به خاطری که کپی رایت نگیره. متوسط به ویدیوهایی که گذاشتیم تو عالی نمیرسید راستش. میخواد دیوار رو رنگ کنه. اگه اون ویدیویی که من تو فکرمه باشه، آها همونه. اینم میذاریم تو خوب، چون الان اگه کل دیوار رو رنگ کنه، نه همونه. این ویدیو رو میذاریم توی خوب.
زیدای خوبی هم میگیره اینجور ویدیوها. همون ویدیوش جالب بود، یک حس خاصی داشت برای مغز انسان. Never liked it much, and now you won't let go. این چقدر خوب بود، اصلا خود ویدیو بود. اصلا این چه مرگشه، اصلا خود ویدیو آرام بخش بود. اینو بذاریم تو عالی، خیلی درجه یک بود. میدونی که دقیقاً انگار اون چیزو برای اون ساختن که اینجور ول میکنه راحت میره تو. خیلی حس خوبی با آدم دست میده. یعنی یکی از اتفاقات خوبیه که میشه برای زندگی افتاد. توی این زندگی قرار بیفته. حالا یکم لکنت هم دارم دیگه، ببخشید. خیلی خوب بودین، ولی هم از اون قبلی لول پایین تر بود آهنگش. میشه بریم یک ویدیویی مثل قبلی یک بار دیگه هم ببینیم، همراهی کنیم. Never liked it much, and now you won't let go. معنی واقعی تمیز از نظر من. این ویدیو رو بذاریم تو عالی. این سبک ویدیوها خیلی خوبه برای آرام بخشی و اینا. ویدیوهامو بهتر کشید. یه لایک نمی کنی، یه لایک یعنی به ما نمیرسه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و آرام شده باشید. آرام. رسما خوابم گرفت اصلا. نمیدونم شما همچین حسی دارید یا نه اینجا من دارم مثل اسکولا ببینم ریاکت نشون بدم. خیلی خوب. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. حالا ویدیو اول که زیاد فکر نکنم سابسکرایب بگیرم، ولی بازم ویدیوهای بعدی قرار خیلی قشنگتر و خفن‌تر باشه. مرسی که تا اینجا دیدید. بای.